خب این ترمین آخر فصل رو حل کنیم که جزء تکالیفتون هم بوده که میگه یک میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش میدهیم. بعد از مالش بار الکتریکی میله پلاستیکی منفی 12.8 نانوکولون میشه. خب دقت کنید این عددی که به شما داده کیو بار ایجاد شده است. الف بار الکتریکی ایجاد شده در پارچه پشمی چقدره؟ خب قسمت الفش خیلی پاسخ ساده‌ای داره. شما پارچه پشمی رو با میله پلاستیکی مالش دادید که با توجه به جدول تریبو الکتریک و ترتیبی که دارن مشخص میشه کدومش به قسمت مثبت نزدیک‌تره، کدوم منفی و کدوم الکترون از دست میده، کدوم به دست میاره. در این فرآیند، یعنی در فرآیند مالش، وقتی یکی از اجسام الکترون رو از دست میده، جسم مقابل همون مقدار الکترون رو به دست میاره. پس در واقع هر دو تا جسم از لحاظ عددی به یه مقدار باردار میشن، فقط علامت بارها با هم متفاوته. بنابراین چون در مورد میله پلاستیکی بار منفی ایجاد شده، میدونیم که این پارچه پشمی بوده که الکترون از دست داده، پس همون مقدار باری که میله پلاستیکی رو به دست آورده این هم به دست میاره ولی با علامت مثبت. پس قسمت الف یه جواب ساده داره. حالا قسمت ب تعداد الکترون های منتقل شده از پارچه پشمی به میله پلاستیکی رو خواسته. اینجا n مجهوله، اون تعداد الکترونی که بین این دوتا جسم رد و بدل شده رو میخواد. خب من Q مساوی NE رو برای پارچه پشمی حل میکنم. خب چون در مورد پارچه پشمی باری که ایجاد شده مثبته، پس اینجا دیگه مثبت و منفی نمیذارم، من علامت مثبت رو انتخاب میکنم. فقط کافیه به جای این چیزهایی که اینجا داریم عدد بذاریم. Q رو که داریم مثبت 12.8 نانوکولون، نانو یه پیشونده، کلون فقط یکای اندازه گیریه، بنابراین نانو میشه 10 به توان منفی 9، عددش رو می نویسید، مساوی است با n که تعداده، ای هم بار یه الکترونه یا یه پروتون فرق نمیکنه، 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19. n برابر میشه با طرف معلوم بخش بر ضرایب مجهول، 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19. برای همچین عددی اول این دوتا رو بر هم دیگه تقسیم میکنید، بعد میرید سراغ توانهای 10. 12.8 تقسیم بر 1.6 میشه 8. این از این 10 به توان منفی 19 رو میبرید توی صورت، میشه 10 به توان مثبت 19 ضرب میشه در 10 به توان منفی 9. دو تا عدد تواندار با پایه های یکسان در هم ضرب شدن. یکی از پایه ها رو می‌نویسیم، توان ها رو با هم جمع می‌کنیم. منفی 9 به اضافه 19 میشه مثبت 10. چون n تعداده یک هم نداره، همون جلوش میتونید بزنید عدد، یعنی 8 ضرب در 10 به توان 10 عدد الکترون از پارچه پشمی کنده شده و وارد میله پلاستیکی شده.